آسون ترین محبتی که آدم میتونه به دست بیاره محبت به ولی خداست. ولایت میاد چیکار میکنه؟ میاد نفرت از دشمنان خودش رو تو دل شما میندازه و این آغاز ماجراست. روضه یزد زهرا سلام الله علیها بیشتر از این که در ما عشق به حضرت زهرا سلام الله علیها درست کنه، نفرت و بغض از دشمنان حضرت زهرا درست میکنه. ما بزرگترین داراییمون محبت اولیاء خداست که اینقدر خدا برای ما آسون کرده و بعد از محبت اولیاء خدا و مهمتر از محبت اولیاء خدا نفرت از دشمنان اولیاء خدا. خیلی مقوله عجیب غریبیه. نعمتیه که ما فکر می‌کنیم این خیلی راحت به دست ما اومده. راحت نیست. هزینه‌شو از زهرا سلام الله علیها داده. میگه ساده است. چرا تو روایات ما نفرین به دشمنان اهل بیت ثوابش بیشتر از سلام دادن به اولیاء خداست و تاکید بیشتری شده؟ چیزی مثل زیارت عاشورا لعن بیشتر داره تا سلام. قوقا میکنه از نظر تزکیه نفس و تهذیب نفس این نفرت داشتن از آدم‌های بد. اینجا مرکز مقاومت است.